مادر جان، مادر اینجا بیا. آه سلام علیکم. بخیر هستی؟ دستی جانی تو دست. خودت به کار برآمدی؟ خودم برآمدیم بچه پایم شل شد است پایم شل پای خانم پیسه او کلش سر ولی من حیران ماندیم به دربار خدا اونو خدا بالای چند نفر؟ اونجا سر خدا مانده بودم گیران میکردم گفتم خدای دیگه تو میفهمی کارت 8 نفر پورم دستیم تنها نانوارش خودت هستی؟ خودم هستم یک بچه که من کار میکنم بچه که در بولانی پس شاگر بود روزی 1.5 سر پا میدادش در مندی مارکت این 4 روز میشه گورم ایچی داده جواب داده در خانه بیکار ششته امروز گیران امون گیران کردم گفت صبحی مادر من چی کنم دیگه کجا میشن برم کاش که یک جای حل باشه که ما برم یک کار دیگه پیدا کنم خدیجه چی میفروشی خودت؟ اون کاغذ ترسم کاغذ باز چیزی روزانه چند کار میکنی مادر جان؟ تو به کلمه باور که روز 100 روپا از 100 روپا بالا به خدا که کار ده تو روز میای به خدا که لغمی امام روز به خدا که بوشتکا لغمی نان در خانه بودی یعنی گشنه هستن؟ آن به خدا که لغمی نان باشه در خانه یک حالت ما خراب است میرم تا بالی گیران کرده اونم اونجا ششته دین روز به خدا شب تا 10 بجه شب ما گیران بیخی فشارم بالا رفته که دختر میگه مادر نرو که روز رویتم کدیده پایایتم بازا گفتم چی کنم دیگه اونو خدا گفتم دا سبب اونو خدا نکنم مای کجا کنم چی رقم مادر جان ما برات یک تحفه دارم خب؟ خیر ببینید امیره بگی مادر جان امیره باز کن مادر جان خدا جان دستار مالتان برکت بر طلاقتش خیلی خوبی کنه خداوند تعالی دستار مالی برکت بر خیلی ببینید امیره شمار کن مادر جان افتونی مزا 7500 افغانی مادر امیره مادر جان در جیبت بگان امیره انشالله یک اندازه چاری تان میشه سیس خدا مادر جان کتر نمیگم اونو خداوند تعالی کتر کمک کنه بچه هر کس که به من کمک کرده خداوند تعالی در بار خود برش کمک کنه یکی کمک ای رقم من ندیده بودم مرا یک کمک کردی خداوند تعالی کتر تان کمک کنه واسه مادر جان برو دیگه برو خانه برو خوب مادرم خیلی خوب بچه کراچی تم ببر مادر میرم کراچی رو میبرم بچه